آقا ممنون از اینکه از ما حمایت میکنید، کامنت میذارید، لایک میکنید. خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش میکردم به اون تعداد لایکی گفتم رسید. به من انرژی میدید با این کارتون. ممنون از اینکه ما رو ساب میکنید. یادتون نره به 1000 تا ساب رسیدیم قراره یه قرعه‌کشی برگزار کنیم، یه بتل از 80 تا سی پی جایزه بدیم. پس ساب کنید که زودتر برسیم به 1000 نفر. بریم سراغ آموزش. سلام دوستان، از اومدم امروز یادتون بدم چجوری مثل من شخص سوم فیلم بگیرید. میرید داخل ستینگتون، این بالا این بخش رو میزنید، این چیزی که رو صفحه اومده سرچ میکنید، بعد فاصله شو میذارید، فاصله اول میذارید، بعد اینجا میزنید یه راست گزینه رو بهتون نشون میده. اول برای شما آنش میکنید، بعد کلا از تو این بخش در میایید، میرید داخل پروفتون، تو بخش چه دوالایی رفتید ندارید. دوالای اول دوالایی بود که لفت داده بودم، دوالای وین و باختو میتونید بیارید نشون بدید. تو یکی از دوالای وینتون یه باختون میرید، این گزینه رو میزنید و یه راست میارتون داخل بازی. حالا گزینه تی پی رو میزنید، پایین صفحه فلش زدم میارتون روی شخصیت سوم. با این یکی گزینه میتونید ویدیو رو استاپ و پاز بکنید. این یکی هم سرعت ویدیو رو تنظیم میکنه. این گزینه دکمه اضافی رو صفحه رو میبره. این یکی رو اگه بزنی میری از دید انمی، این شماره 6 اگه بزنی میری کلا از دوربین. این تا گزینه هم که الان میتونید تنظیم کنید سرعت حرکت دوربین و اف او وی صفحه خود دوربین رو تنظیم میکنه. آقا این قابلیت جدیدی سری باگ داره. باگش چیه؟ مثلا آقا شما اگر وارد کالاف شدید، یعنی اصلا داخل کالاف نبودی، بلند شدی رفتی داخل کالاف، میخواستی بری همون موقع بدونی که هیچ بازی کرده باشی چیزی، میخواستی یکی از ویدیوها رو ببینی یا مثلا عروش بری ضبط کنی با یه ویدیویی، کلا بری بذاری پخش بشه، نمیذاره. یه سری باگ میخوره، میرید همونجا تو صفحه میمونید دیگه، استاپ میکنه. باگش چجوری خونسا میشه؟ شما بلند میشید میرید یه بار مولتی استارت میکنید، وقتی که استارت شد بازی لفت میدید، مهم هم نیست روم باشه، با بات باشه، با انمی باشه، با چی استارت میکنید یا رنگ باشه، استارت میکنید، بعد لفت میدید، بعد برمیگردید میرید سراغ ویدیو، میزنید رو ویدیو، اون سری باگش خونسا میشه. بعد برای اونایی هم که مثلا داشتن بازی میکردن میخواستن برن همون دوئلی رو ببینن یا همون بازیشون رو ببینن که آخرین بازیشون باشه، بازم اون باگ سقط میکنه براشون. باید برن یه بار مولتی استارت کنن، بعد ازش لفت بدن یا مثلا کامل بازی کنن، بعد بیان بذارن ویدیو رو ببینن. یا بعد برای ضبط ویدیو خود اکتیویژن نمیاد، مثلا گزینه دانلود چیزی ندارید، بعد با یه برنامه ریکوردری چیزی بذارید عروش ضبط بکنید، یه برنامه ریکوردر خود گوشی بذارید که بشینید عروش ضبط بکنید دیگه. بعد این قابلیت فقط و فقط برای مولتیه، برای بتل نیومده. نمیدونم شاید بعداً بخوام برای بتل بدن، ولی فکر نکنم، چون بتل تعداد پلیراش خیلی بالاست. دیدی که اینجا رو انمی هم میتونید بری، فکر نکنم برای بتل بدن. راستی هم رفیقم شما میتونید یه کار خفن بکنید. آقا این قابلیت به هیچ عنوان روی گوشی شما فشار نمیاره، کل فشار رو سرور اکتیویژنه. شما میتونید با کیفیت پایین که گوشیتون ساپورت میکنه بازی کنید، بعد دوئل رو بذارید با کیفیت بالا ضبط کنید. یعنی چی آقا؟ یعنی آقا گوشی شما هر کیفیتی که مثلا ساپورت میکنه تا یه تایمی ساپورت میکنه اون کیفیت کالافو. مثلا گوشی من تا ورهای ساپورت میکنه، ولی چون گوشیم ضعیف شده دیگه مثلا تحمل نمیکنه بیشتر از چند دقیقه، برای همین با کیفیت پایین کلا بازی میکنم. برای ضبط ویدیو از روی این حالت کیفیت رو میذارم بالا، بعد میام داخل ویدیو که بخواد ویدیو رو پخش بکنه، من بخوام ضبط کنم، کیفیت بازم باش میاد بالا. میتونید با کیفیت بالا ضبط کنید اینطوری.